هست، نمونه خارجیش هم البته ما مهندسی معکوس کردیم، یک ماه آینده نمونه داخلیش با کیفیت بهتر و همینطور قیمت بسیار پایین‌تر. بعد هم اینجا هست این خارجیش هست ولی خب الو اگه جان باش اومد خداحافظ. باشه مامان. جانم قربان. چشم میرسم خدمتتون. زنده باشی. خدا نگهدار. بفرمایید. سلام عرض ادب. سلام آقای نوبخت. خسته نباشین. من در خدمتتون هستم. آقای نوبخت شما یک مأموریت 10 روزه به معدن سنگان دارید. اینم حکم مأموریت خدمت شما. موفق باشید. آقای جاوید عذرخواهی میکنم. خواستم بگم اگر ممکنه یکی دیگه از همکارا رو بفرستین. من مادرم تنهاست. سرپرستش هم خودمم. امکانش نیست آقای نوبخت. موفق باشید. باشه متشکرم. امری نیست مامان. به سلامت. با اجازهتون. سامان مادر بگو امروز کیو دیدم؟ کی مامان؟ دختر شکوه دیدم. ماشاءالله هزار ماشاءالله چه دختر خوبی بود. میگه داره روانشناسی میخونه. دست در نکنه مامان. تو که چیزی نخوردی مادر؟ سیر شدم. راستی مامان من فردا باید برم معدن یه شهر دیگه. امشبم باید وسایلمو جمع کنم. معدن؟ کجا؟ معدن سنگان. فقط نمیدونم این 10 روز چجوری میخوام اونجا سر کنم. اینم مثل بقیه روزا چه فرقی میکنه مادر؟ نمیدونم کلا احساس خوبی به اون طرفا ندارم. اون بنده های خدا مثل ما انسانن و مسلمون. به دلت بد راه نده مادر جون. پاشو برو وسایل تو جمع کن، چمدونت هم حاضر کن که انشالله فردا بری. پاشو بسرم پاشو. باشه مامان. خواب سنگان. آقا کجا میری؟ خواب فریده داشت پنبه تو گوشت کردن نمیشنمی صدا. بیار بشین. خیلی خوب. اون خالی مشتی همه چی ردی. برو بشین داشت به تنبیه کردم. برو بشین. خواب سنگان. بریم آقا.
سلام، خسته نباشید. از معدن اومدی؟ شما اون سمشکن‌ها رو که عوض کنید خیلی بهتره. آروم‌تر آقا. آروم‌تر. عوض کردیم. آقای مهندس سلام علیکم. همونا البته از همه چی بهتره. کارمون هم قشنگ جلو میره پیش میره. همینو داشته باشید. میگم لالا همین فکر میکنه برای خود قسمتیه. یعنی یک در افغانستان نمیبود، جواب کلام خدا رو نمیداد، جواب بیادبی زیر همه تو میدادم خوب که خودی میگفته والله. بیشتر شده که یاد از ما کردی. سلام. آره خوبی؟ ما بیامدم به ایران. افغانستان چه خبر؟ جان طالبا چه کار میکنن؟ دیگه ما از گروه اینا فرار کردم بیامدم به ایران. یعنی باور که چیز نمونده بود که خوب مرم به کشتن بدن. به خدا. نظیر کن من در ترک به تو زنگ میزنم خوب. دیگه میگم قد خود به تلفن میکنم. خداحافظ. هم از طالبایی؟ با تویم؟ تو هم از طالبایی؟ تو خانواده داری یا نه؟ من به خاطر نجات زن و بچه مجبور بودم خود از اینا همکاری کنم. پس تو زمانی که تا افغانستان به کشور شما حمله کردن چی؟ چرا اون موقع فرار نکردی؟ من به خاطر خاک خود به خاطر وطن خود اونجا استاد کردم. بچه من زنده به جلوی چشمانم بکشتن. تو چی میفهمی؟ تو اصلا خانواده داری، تو اصلا بچه داری، زن و بچه مردم زنده میکشتن. ما طالبان تو چی میفهمی؟ تو اصلا میفهمی ما چی میگم؟ ما انسانیم، ما مسلمان. غریب گیر آوردن. برادرای عزیز، ما حرفای از بین کارکنان اینجا شنیدم که امیدوارم درست نبشه. ما همه مسلمانیم، شیعه و سنی نداره. خدای ما یکیه، قبله ما یکیه، قرآن ما هم یکیه. پس بره چی بین ما تفریقه بشه؟ مگه وقتی که گولک داعش آمد مسجد فاطمیه قنده ها رو بمبارون کردن، هی برای برادرای اهل سنت بودن که 70 تا مجروح از برادرها و خواهرای ما رو به بیمارستان انتقال دادن و با یک اقدام خیلی خوب و زیبا آمدن اهدای خون کردن که برادرها و خواهرای ما به کشور افغانستان زنده بمانن. به خدا برده این افسانه ها، اینا حقیقته. هرچند گروه هایی هستن که میخوان بین شیعه و اهل سنت تفرقه بندازن، اما سخت در اشتباه اونا کور خوندن. برای چی؟ بخاطر که ما با هم برادره و برای کشور ایران و ملت بزرگ ایران میجنگیم. برادر عزیز، نبینیم دیگه بین شما کارکنان اینجا تفریقه های تبعیض باشه. با این سلامات جنازه رو ختم میکنیم. اللهم صل علی محمد آل اصحاب پاک محمد. یه تاکسی میخواستم. مشکلی پیش اومده جناب مهندس؟ جایی تشریف میبری؟ آره، میخوام برم تو شهر. شما کاری که گفتم رو انجام بدیم. لطفاً. باشه چشم. الو، سلام. یه ماشین میخواستم واسه معدن. بله ممنونم. آی مهندس، ماشین تا نیم ساعت دیگه میرسه. چرا انقدر دیر؟ اینجا کلا آژانسش 2 تا ماشین بیشتر نداره. چاره چیه؟ صبر میکنم.
نیم ساعت بیشتر گذشت، ماشین نرسید؟ نمیدونم، هنوز ماشین نیومده. اگه عجله دارین از سر خیابون ماشین بگیرین. پس چرا یه ساعت منو اینجا کاشتین؟ از اول بگین دیگه. قومه ای؟ نه. مرد برچه ده فکری گوسفندا تو رو بردن؟ نه مندن معلومه خیلی مندنی. تو شامخور بخوری مامانو جاتو بندازم که ده خوشی. دست دادم نوش جا. ای دلبر رعنای من از من چرا رنجیده ای ای شوخ بی پروای من از من چرا رنجیده ای ای ماه عالم سوز من از من چرا رنجیده ای ای شمع شب روز من از من چرا رنجیده ای چرا
چشمان کنم از من چرا رنجیده ای گر من بمیرم از غمت خونم بدن در گردنت فردا بگیرم دامنت از من چرا رنجیده ای ای سرو خوش بالای من به کجای موقع شو لعل لبت حلوای من ای مونس شبهای من از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای کجا به موقع شو صبحان ساکت مرده ده اینجا چی کار میکنه؟ نمرده زندن یکی از گوسفندا گم شده و برای رفته میدیم برای چی آوردیش ده اینجا؟ برای که جون رو نجات دیم برای یک جایی برو بندست برو این نتونستیم جون رو نجات دیم برای یک جایی برو بندست خونش بگردن مانو برای یک جایی برو بندست برو زد نزن برو زربانو برای چی حرکت کرده برده خوش اخبار مده عثمان ارگو بیا بله بخیر
سلام خوبی؟ چه کار نشده؟ نه مدونم چه او گفتی و کله بودی خونش کرد از دستمون کار بر نمیاد درم ماماله ای خدا من بابا ببه داری صبح بخو خودت ببارش بیاد خدا خدایا خدا رو همه تلاش خون کنم یه بنده خدا نجات پیدا کنم اون قدرت اون عزت اون بزرگی تو این شب تنها نشون بده من بهت ایمان دارم خدایا بهت ایمان دارم کمکم کن کمک کن خدایا کمک کن هم قبله و هم نژاد سلمان هستم قبله و هم نژاد سلمان هستم گوینده راه سبز قرآن گوینده راه سبز قرآن هستم گوینده لا اله الا الله گوینده لا اله الا الله هم من شیعه و سنیم مسلمان هستم شیعه و سنیم مسلمان هستم